تصمیم گرفتم یه ذره فان‌تر باشه ویدیومون. یه کوچولو از چسناله بودن قراره دور باشیم. حالا هی به من میگید که غذا چی میخوری و اینا، هی من میگم تو خور دیگه دارم قد میکنم، ولی دلیل نمیشه که دست پخت نشده باشم، غذای دیگه بلد نباشم. قراره به شما هم یاد بدم. قراره امروز قرمه سبزی بذاریم. اولین کاری که میکنیم اینه که یه ساعت و نیمی قبل از اینکه مواد اولیه قرمه سبزی بخوایم با هم میکس کنیم، لوبیا قرمز رو میشوریم، آب میگیریم تو قابلمه میذاریم بپزه، بعدش از آب کش رد میکنیم این لوبیا که بعد میریم تو کارش. چیکار میکنیم؟ پیاز داغ. منم که عاشق پیازم، پیاز داغم که بلدید دیگه، یا چی؟ خب پیاز داغم که کاری نداره، پیاز و روغن و آی اون سری دستم رو ترکوندم با تاق و الان بکنم گرما و آتیش رو. خب anyway پیاز رو برید، روغنم روش. وقتی هم که شروع کرد رنگ عوض کردن پیازمون، یه حالت طلایی داشت، طلایی که نه، یه حالت کرم توری داشت، زردچوبه رو با نمک اضافه میکنیم بهش. بعد پیاز داغ گوشتمون رو بهش اضافه میکنیم تفت بخوره. گوشتمونم من حقیقتا باز یه مقدار زردچوبه همون موقعی که گوشت داریم اضافه میکنیم من اضافه میکنم. خب چقدر روغن بکنم، خیلی روغن میکنم. کلا هر جور دوست داره دیگه. یکی غذا پر روغن دوست داره، یکی غذا کم روغن دوست داره. من از اونجایی که قرار نیست داخل برنجم روغن بریزم، با کمال میل داخل خورش دارم روغن زیاد میریزم. حالت نبوده نمرکه. خود همینجوری سبزی قرمه سبزی آماده است. یعنی من سبزی قرمه سبزی رو خودم درست نکردم، حالا سایتی که ازش میخرم رو براتون مینویسم. بعد گوشت رو من رو آب بگیرم. فقط میخوام ثابت کنم که من جز مرغ و تخم‌مرغ بلدم. آقا بلدم درست کنم غذا. فکر کردید چی؟ ماری چی؟ فکر کردید ماری مرغ و تخم‌مرغ نباشه زنده نمی‌مونه؟ ماری میزنه تو کانال 2 گوشت قرمز رو بغل میکنه. خب گایز این پیاز داغمون آماده است. گوشت رو اضافه میکنم. پیاز داغ که گفتم نمک رو فقط زردچوبه میخوام دیگه برای پیاز داغ دیگه نخواهد میکنیم. بعد همش میزنیم. من مجدد یه ذره چیز رو میزنم. ببین در حد مثلا فکر کنم 5 دقیقه تفت بخوره بسته. قشنگ مشخص میشه، گوشتتون مشخص میشه تمام این رو اون روشون تفت بخوره. بعد گوشت تفت دادنمون سبزی قرمه‌مون اضافه میکنیم. بعد سبزیمونم لوبیاها رو اضافه میکنیم و آب میریزیم. ولی در نهایت من چیزم میزنم، لیمو عمانی. حالا برای اینکه لیمو عمانی غذا رو تلخ نکنه باید چیز کرد، یه ربی من خودم اینجوری انجام میدم. من توی ظرفی چند تا لیمو عمانی میریزم، همش دلخواهه. بخوای ترش زیاد بریزی، بخوای ترش نباشه کم میریزی، من زیاد میریزم. مثلا من برمیدارم 7 تا لیمو عمانی و این غذا برای یه نفره. 7 تا لیمو عمانی رو میریزم توی کاسه، آب جوش میریزم، یه ربی بمونه، تلخی پوست لیمو عمانی رو بگیره. بعد آبش رو خالی میکنم، با چاقو سوراخ میکنم لیمو عمانی رو، فقط سوراخ میکنم، نصف نمیکنم. اگر نصف کنید باید هسته‌های لیمو عمانی رو خارج کنید. این نکات رو یادداشت کنید، من بعدا ازتون امتحان میگیرم میپرسم. بعد از خدمتتون که این کار رو میکنید. لیمو عمانی رو من خودم ترجیح میدم که مثلا
بذارم یه ساعت خورشت قل بزنه، بعد یه ساعت بهش اضافه میکنم. حقیقتا هر کس یه جوریه، بعضی از اولش اضافه میکنم، من خودم نه. و در نهایت هم من خودم قبل 20 دقیقه قبل اینکه خورشتم رو خاموش کنم و اینا یه مقدار از چیز میزنم، چاشنی خورشت قرمه سبزی. این مارکش مال گل‌هاه، کلا من از گل‌ها راضیم. بس دیگه ارزم به خدمتتون همین دیگه. نکات خیلی مهم گفتم کاری نداره. برای برنجم من همیشه کته میذارم. حالا برنج کته رو چجوری میذارم؟ من تو پلوپز میذارم. کلا چه تو قابلمه چه تو پلوپز بخواید بذارید یک روشه. یک بند انگشت روی برنج آب باشه، روغن و نمک به میزان دلخواه خودتون اضافه میکنید، میذارید برنج غل بزنه. وقتی آب برنج کشید، یعنی یه مقدار تهش داشته باشه ته قابلمه، برنج رو جمع میکنید. خب داشتم میگفتم به کجا رسیدیم؟ برنج رو جمع میکنید وسط با قاشق چنگال، ته قاشق ته چنگال 4 تا سوراخ میزنید، در قالمه رو میبندید. 40 دقیقه دیگه آماده است. حالا اگه دوست داشتی به برنجت آب زعفرون هم میتونی بزنی. زعفرون رو میکوبی توی لیوان، یه کوچولو آب جوش میریزی، بعد همون رو میذاری 5 دقیقه بمونه، بعد میریزی رو برنجت. That's it. اینم پلو زعفرون. دیگه چی میخوای؟ هر سوالی داره خب بپرسه، من بهش جواب میدم. باید میخواستم یه تشکر خیلی زیاد از شما داشته باشم. این حال خوش من هم مدیون روانپزشکم، هم مدیون وجود شما. این چند وقت خیلی احساس میکنم، احساس نه کلا احساس که از احساس گذشته به واقعیت خیلی ساپورت کردید منو، خیلی حمایت کردید، چه جنبه ایمانی، چه دیدنتون، چه اینکه استریمامو دنبال میکنید. خیلی گلید. من الان خوشحالم، یه مقدار اوکی ترم با کنار شما بودنه، با وجود شما بودنه و در تک تکتون میگم مرسی که هستید. امروز واقعا نمیخوام گولی بزنم راجع به هیچی. هفته خیلی سختی گذشت در من، ولی وقتی استریم میکنم با وجود شما خیلی دلم آروم میگیره. انگار یه هدف دوباره به زندگیم دادید، انگار وجود شما پر از انرژی توی زندگی بی هدف من و مرسی که هستید. عمیقا نمیدونم چجوری تشکر کنم که واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم، زبونم قاسم میشه واقعا. دمتون گرم. سبزی هم هست بخوره با این. با اینکه این سبزی از قبل تفت خورده، پخته شده، من از جایی که میخرم مینویسم براتون سایتش رو، البته بچه‌ای که تهرانن. ولی اگه از من بپرسی که قرمه سبزی سبزیش چیه؟ بای. این سبزی هم تفت خورد و این لوبیاش هم بریزم و لوبیاش از قبل پخته. ببین لوبیا رو هم میتونی خام بریزی ها، نخواد نشد نداره، ولی همینجوریش من حداقل 3-4 ساعت میذارم گل بزنه خورشتم. با اینکه مثلا لوبیاشم از قبل چیز کردم، به قول گفتنی پختم. اگر لوبیا رو از قبل نپزی بریزی نفت میکنی، باد لوبیا، نفت لوبیا، حالا به هر حال هر اصطلاحی که دارم دیگه، باد لوبیا، نفت لوبیا کار دسته میده. خب کار دسته میده. بعد وقتی هم میخوای متوجه شی که لوبیا پلو، وقتی هم میخوای متوجه شی که چیز هستش، قرمه سبزی کی آماده است، قشنگ به آب میندازه. یعنی چی؟ یعنی روغنه، خودش روغنه، غذا میاد روی مثلا تیره میشه. اون موقع است که میبینی قرمه سبزی جا افتاده. این من یه کوچولو دیگه بین آب میزنم، من خیلی میذارم این قل بزنه. این میره برای 4-5 ساعت دیگه.
و خیلی رو کلن قرمه سبزی رو دوست دارم جا بیفته. اصلا عجله هم ندارم. الان گشنمه ولی عجله ندارم واقعا برای غذا. بعد حالا برای چیزم بذارید نشونتون بدم لوبیا. چقدر میگم لوبیا. برای همین لیمو هم یکی شفته. زیاد چون کوچولوه لیمو زیاد میریزم. حالا یه لحظه آب بگیرم خاکی چیزی داره بره. بعد روی این آب جوش میریزم، سرش یه دونه بشقاب میذارم. بعد اینو من زود این کار کردم، ولی خب آبشو خالی میکنی میذاری، موقعی که دوست داشتی اضافه میکنی دیگه. کار خاصی نداره، ایزی پیزیه. خواستم برای برنجم گفتم حالا بهتون نشون بدم، توضیح بدم. من که تو پلوپز درست میکنم، 2 پیمونه برنج رو ریختم تو ظرف، قشنگ شستم. بعد به اندازه یه بند انگشت روی برنج آب باشه. خب همین تو قابلمه میخواید بذارید رو گاز، کته میخواید درست کنید به همین قدر تا انگشتتو بزن قشنگ یه بند انگشتت. البته به این برنج فکر کنم تازه است. خب برنج تازه کلا زیاد آب نمیخواد. اگر از یه بند انگشتم کمتر آب ریختی اشکالی نداره، شفته یعنی باعث میشه که شفته نشه. بعد من بابت خورش دارم، وقتی آبو میریزیم میذاریم قلقل کنه. شروع به قلقل کردن کرد، 2-3 دقیقه بعد اینکه قلقل کرد آب به دمای جوشش رسید، زیر خورش کم کن، بذار بمونه دیگه، بذار بمونه. اینم نمک. بس چه خبر نمک میخوری؟ این نمک یه چوسه، من چون خیلی روغن ریختم تو خورشتم یه چوسه روغن بیشتر نمیزنم. بعد همین دیگه گایز، that's it. این میره برای روشن شه. آبش یه ذره بکشه درشو باز میکنم، یه هم میزنم پخته میشه 40 دقیقه دیگه. بعد بازم ناگفته نماند که مرسی که هستید. امیدوارم که این ویدیو منم دوست داشته باشید. ممنونم بابت تایم گرانبهاتون که ویدیو منو میبینید و امیدوارم که بر همین جوریشی انقدر تاکسیکه من بغل من یه چیزایی هم یاد بگیرید. صرفا خودم همه کاره و هیچ کارم و اصلا توی این زندگی بسی نادان هستم، ولی امیدوارم که فرد مفیدی باشم براتون و مرسی که هستید. اگر دوست داشتید لایک و سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید، هر چی کامنت بذارید اوکیه، فان باشه، سوالی باشه، من در خدمتتون هستم. مرسی که تا الان تماشا کردید. یک دنیا سپاسگزارم از تک تک شما، از تک تک حمایتاتون. مرسی که هستید.